سلام علیکم، فاکسی هستم. اومدیم امروز با یه چالش هر دروغ میگه. نیومدیم اینجا، ما هیچ کاری نداریم، الکی اومدیم وقت پر کنیم. الکی ادامه بده. گوش میدم. من چرا ادامه؟ ویدیو توه. گفتی دروغ میگی، گفتم شاید راستش تو بدونی. نه راستشو که میدونم، ولی تو باید یاد بگیری راستشو بگی. نمیشه که. بله امروز اومدیم با چالش چیزی یا چیز. بله بچه امروز اومدیم با چالش چیز یا چیز. بین چیز یا چیز باید چیز رو انتخاب کنید. بگید خودتون دنبال جواب. چالشمون ایشونه. اسم چالش به خارجی میشه would you rather، یعنی کدوم انتخاب میکنی. این چالش اینجوری دو تا گزینه به شما میده، دو تا مثلا متن مینویسه، میگه شما اون رو انتخاب میکنی یا این، بعد خودمون نظر میدیم، نظر ما درسته. اوکی بریم، let's go. حالا خب بریم سوال اول. بقیه عمرت فیلم کمدی ببینی یا فیلم درام؟ خب من کلا فیلم نمیبینم. من حالا تو فیلم نمیبینی، ترجیح میده کمدی ببینی یا درام؟ من که میگم کمدی، باز یه ذره شادی باشه زندگی آدم، بد نیست. آره کمدی درسته. کمدی خوبه، نکن کمدی بهتره. قهوه یا چای؟ قهوه. معلومه قهوه. یه راننده شخصی داشته باشی یا یه سرآشپز شخصی داشته باشی؟ واسه این بنده خدایی که تو وایسه یه سرآشپز شخصی لازمه. منم از اونجایی که حس راه رفتن ندارم، راننده شخصی رو انتخاب میکنم. یه اجدها داشته باشی یا یه اجدها باشی؟ یه اجدها داشته باشم. حالا جفتش چرته، ولی خب یه اجدها داشته باشی. خودت بمونی یا یکی دیگه بشی؟ خودمو بیشتر دوست دارم. هوش دو برابر. نمیدونم واقعا، هیچ ایده ای ندارم. من آدم گشنه‌ام، الان دارم غذا میخورم. بیا بخورش بیا. از 24 ساعت از یک 48 25 ساعت شده دارم میخورم. 48 ساعتشو داره میخوره. هوشت دو برابر بشه یا حافظت دو برابر بشه؟ حافظه. نه هوش. من هوش خوبه ولی حافظه بهتره به نظرم. آخه حافظه، این حافظه که الان داریم یه حافظه در حد اوکیه دیگه. بیشتر از چی میخوای یادت بمونه؟ ببخشید من دارم غذا میخورم. یه دانشمند فقیر اما باهوش باشی، یه فوتبالیست پولدار اما احمق باشی. سخت شد میدونی. ببین این سوال تازه رسیدیم به سوال خوبش. ببین اگه بخوایم ما اینجا یه ذره تست کنیم، چی بهش میگن، درست برنامه‌ریزی بکنیم، بچه ویدیوهای بعدی من تصویرم میدم. ما یه ذره ریاکشنشون بده تو ویدیو، انقدر چیز نکن، آره گرفته سیس نباش. خب اینجا سخت دارم فکر میکنم به سوال، مثل تو نیستم حرف بزنم. ببین من هم فکر میکنم هم حرف میزنم، من دوتا کارو با هم انجام میدم. ببین به نظر من آدم میتونه یه دانشمند درست باشه. آخه نمیشه، آخه چجوری دانشمندی فقط هم اکثر خیلی دانشمند فقیر. ببین باهوش باشی که مثلا پول نداشته باشی، به چی بگم، به هیچ چی نمیارزه تو این دنیایی که از اون برم اگه احمق باشه همون جوری که پولدار شدی پولتو از دست میدی. نه دیگه، یه فوتبالیست پولدار اما احمق، ولی خب در اصل فوتبالیست باشی هر سری یه دونه قرارداد میبندی 10 میلیون 11 میلیارد میره تو فوتبالیست. آره فوتبالیست رو بزن، به نظر من جالب تره. این خیانت گیر بندازی یا این خیانت گیر بیفتی؟ این خیانت گیر بندازه. آره خب آدم هیچ وقت هم آدم خیانتکاری نیستیم، هم نمیخوایم باشیم، ترجیح میدیم تو خیانت گیر بندازیم. اگه گزینه هیچ کدوم داشت اونو میزد. این که تو بگو اسمشو خیانت گیر بندازی درد خیلی بدیه ها. مثلا اونجا یه چیزی میدونی نمیشه گفت. خونت رو دزد بزنه یا کوسه بهت حمله کنه؟ من کوسه بهم حمله کنه رو انتخاب میکنم، چون یه سری دزد اومده بود خونمون، لپتاپمو ورشته بود توی جاییش کرده بود که ببره، اون وسط ول کرده، حالا به هر بهونه‌ای بود، خدا خواسته هر چی بود. من تا یه هفته لپتاپم تو بغلم بود میخوابیدم، پس این کوسه راحت‌تر، قابل هضم‌تره. واقعا همینه. خیلی دزدی و دزدیده شدن مالت خیلی چیز مزخرفی است، کتابی شد. ولی این سوالا رو از تو میپرسن، فقط پنکیک بخوری یا فقط وافل بخوری؟ نمیدونم درست گفتم یا نه. آره وافله. بذار ببینم وافل دقیقاً چیه خوردم اصلا. ببین ترجیح میدم وافل بخور، چون پنکیک توش خیلی تخم مرغ و اینا زیاده، بعد مزهش تکراری میشه. وافل رو میتونی مثلا روش خیلی با توت فرنگی و نمیدونم عسل و همه اینا بذارین، خوشمزه میشه. ببین علی با تو یه ماه یه غذای ثابت بخوری، 3 روز هیچی نخوری، سخت علی مرد. بستگی داره که غذای چی باشه. حالا تو کف همینم که یک ماه پیتزا بخوری حس میکنم. آره مثلا نه آخه پیتزا هم بخورید سر 20 روز میمیری دیگه. البته نه 3 روز هیچ نمیخورم، نمیتونم. نه 3 روز هیچ نمیخورم. اونجوری که تو میخوری آره دیگه تا آخر ماه زنده نیستی. آره
اما 3 روز سه چی روز نمیخورم، هیچی. حداقل با آب و این با آب و آب میوه خودمون رو نگه می‌داریم. ولی من 3 روز رو میتونم واقعا هیچی نخورم. این نمیتونه، این میمیره. 1 میلیون مشترک تو یوتیوب داشته باشی یا 2 میلیون دنبال کننده تو توییتر داشته باشی. معلومه 1 میلیون مشترک تو یوتیوب داشته باشی بتونی ذهن‌ها رو کنترل کنی یا بتونی حیوانات رو کنترل کنی. ذهنا خیلی بهتره. جای حیوان میخوام چیکار؟ الان مثلا موش بیاد اینجا کنترلش کنم، از خونه بره بیرون، مثلا چیکارش کنم؟ به چه دردم؟ توسط دوستات تحقیر بشی یا توسط خانوادت تحقیر؟ یا خانواده خیلی راحت تره بسن. رنگ چشماتو عوض کنی یا رنگ اینقدر تحقیر شدن برام عادیه. چیز عادیه تو خانواده هم، اونم مخصوص کارهایی که ما انجام میدیم. نه رنگ چشماتو تغییر بدی یا رنگ موهاتو. چشم با هم گفتی. آره آبی هم دوست دارم. چشم سبز آبیه چیه رنگ استوریه زندگیت و به عنوان یه شخص مرجح بگذرونی. آجی چرا من اینجوری دارم میخونم؟ مجرد خدا شیشه میکشه میاد ویدیو میگیره. یا بخشی از یه ازدواج تنظیم شده باشی. بخشی از زندگی تو مجرد باشی یا کل زندگی تو؟ اون سخته، اون تحمل خیلی مجرد. لهجه آمریکایی، لهجه انگلیسی. دقت کردی کلا من نمیپرسم، همینجوری میزنه میره، بس من براش مهم نیستم. بعد به من گفته بیا ویدیو بگی. با اینو بگو لهجه آمریکایی یا لهجه انگلیسی؟ لهجه انگلیسی یا همون بریتیش خیلی حال میده. خیلی دوست دارم. خب بذار حالا لهجه بریتیش خیلی خوب. بمیری و خواهر برادرت رو نجات بدی، زنده بمونی اجازه بدی خواهر و برادر بمیرم خودم بمیرم همین الان بمیرم. گشتن تو اعماق دریا، گشتن تو فضا. اعماق دریا تو فضا اعماق دریا خیلی ترسناکه برام. من واقعا خیلی. عاشقشم. من یکی از اصلا مشکلاتی که با اعماق دریا دارم، یه فوبیای کلا ریزی دارم نسبت به هر موجود زنده‌ای که میتونه تو اعماق دریا باشه. و چند تا حالا فیلم یه سری واقعی یه سری سینمایی هم بود، مثلا سینمایی بعضی دیدم، مثلا مگالودون یکی از چیزایی بود، مثلا اونو دیدم نمیخوام دیگه، وجودم نداشته باشه نمیخوام برم تو اعماق دریا. اسمشو واسه من دوست ندارم. سوال شد واسه من. به اندازه $10,000 وسایل الکترونیکی گیرت بیاد یا به اندازه $20,000 جواهرات گیرت بیاد؟ 20,000 اون یکی رو بگو. $20,000 جواهرات، $10,000 وسایل الکترونیکی. ببین اگه $20,000 جواهرات، بذار جواهرات اوکی، چون ببین $10,000 اگه بخوای به مغز کاری بگی، خب از این $10,000 وسایل الکترونیکی میتونی بالای $20,000 در بیاری. خب ولی از لحاظ چیز دیگه بگی نه، همون طلا. شما من بگم چرا گفتم جواهرات؟ ببین دلیل جواهرات اینه که تو به اندازه $10,000 یه وسایل الکترونیک، تو $20,000 جواهر رو میفروشی، $10,000 رو وسایل الکترونیکی میخری، $10,000 هم تو جیبت داری. بعد با اون $10,000 تو جیبت تونی حالا هر ریسکی که میخوای بکنی انجام بدی، یا پولت بیشتر میشه یا پولت کمتر. نه اون گزینه رو باخت دادی نه این گزینه. شاید اگه $20,000 جواهری که گیرت اومده زمانی که گیرت بیاد مثلا همون روز $20,000 بشه $10,000 خوب کلا سرت میره داداش. اون باخته دیگه. خب بریم سراغ سوال آخر. بزرگترین خواهر یا برادر داشته باشی یا کوچکترین خواهر یا برادر داشته باشی؟ یعنی چی کوچکترین خواهر؟ یعنی خواهر از خود کوچکتر داشته باشی یا خواهر آها یعنی کوچکترینه باشم یا من بزرگترینه باشم؟ بزرگترینه. چون الانم هستم. من نیستم. خب دومیم. من هستم. گفتت بشه که سابسکرایب یادتون نره، این لایک کوفتی هم بزنید، اون زنگوله هم لایک روشنش کامنت کنید. سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم بیاد براتون نوتیفیکیشن. ما ویدیو زیاد قرار با هم کلاب بذاریم، مخصوصا با چنل من. بپایید دیگه چون ویدیوی خفن تو را فکرش نمی‌کنید که چه ویدیوهایی داریم. هیچ ایده‌ای برای ویدیو نداریم. زر میزنم. دقیقاً خواستم بگم. حالا کاری نداریم، بریم تا یه روز دیگه.